أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، آخرون یعنی کنکورس یا اینکه مسابقه یا اینکه آزمون آخرونش انشاءالله برادران عزیز 50 تا قرآن ماندگی و 30 تا قاعده بغدادی. شرط شروطی که باید که همین قرآن ها به دستشون برسه برادر ما بابا جان انشاءالله که به سمع شما میرسونن. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز، چه که ما وعده دادیم الحمدلله دو آزمون شما موثق بودن می‌ذاریم الحمدلله 50 قرآن و 30 قاعده بغدادی مونده انشاءالله با همین سایت ما یا که سه شنبه و چهارشنبه انشاءالله در صفحه پروگرام شده است با اشتراک نمای علی جان شیخ و یا اکرم صدیق انشاءالله میگذرد. در دوستای ما مقصد دارم شرطاش هم یکی دارم دوستای ما پادیسات هم میکنم ویدیویی که بازی ما میمونیم انشاءالله هم یا پادیلی زمینه با دوستا در همین کامنتاری همین هم سه دوستان از میچاد میکنه انشاءالله با اون خاطر برای که وقتی که میبریم میدونیم که اگر همون شرطا رو اجرا کرده باشه انشاءالله صاحب مقصد میتونه فهم بشه همون خودش شرطا رو اجرا کنه مثلا وقتی برنده میکنه انشاءالله. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. برادر عزیز گرامی قدر، این کتاب ها در دست ما کتاب هست که ما خمال مسلمان میگیریم. اگر برای یکی که ما شما اگر خوانده نتونیم برای ما شما عیب است، زیرا که در روز خواندن قرآن از ما شما شکایت میکنند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. شما قرآن را تلاوت بکنید و روز قیامت این قرآن شفاعت میکنه صاحبش را. وقتی ما خمانه که مسلمان میگیریم اگر کتاب مقدس خود را اگر تلاوت کردن نتونیم، از موسیقی گوش کردن بیهوده، آیا قرآن گوش کنیم برای ما شما لذت نیست؟ برای مثلا جوانان عزیز عجله کنید برای کار خیر، از کار اجر ثواب عقب نمانید، زیرا که این آزمون که رفته است این هم از صدقه جاریه هست و از صدقه جاریه که وقتی که گرفتی حتی احمد بن حنبل و عبدالله بن مسعود میگوید که اگر هر کسی بگوید که الله را دوست می‌دارم اگر با قرآن میل نداشته باشد، قرآن تلاوت نکند، با قرآن رفیقی نکند و دروغ میگوید. برای جوانان عزیز هر کلمه قرآن خوانده میتونید و به دیگران تعلیم بدید، شما بهترین کی هستید انسان است. پیغمبر چی میگه؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما همون شخصیت هست که قرآن را خود تعلیم گرفت و به دیگران چیکار میکنه؟ تعلیم میدهد. برای جوانان عزیز از صدقه جاریه حرکت کنید و صاحب قرآن شوید. انشاءالله این برادری که این کار کرده است خاص به خاطر خدا که همون صدقه جاریه را بکنه در نامه اعمالش خداوند این ثواب نوشته بگردونه. زیرا که در حدیث پیغمبر خدا چی میگه؟ الصدقه تطفئ البلاء كما يطفئ الماء النار. صدقه بلا و پرابلم را دور میکنه همچون که آب آتش خاموش میکنه. برای قرآن مرحمت که جوانان عزیز بدراین صاحب قرآن شوید، خداوند گناه ما شما را عفو گردونه و الله مهربان ما را محب قرآن بگردونه و اون برادرایی که اپا و خواهرایی که تلاوت قرآن کردن ندارید خداوند موفقتون بگردونه و خداوند قرآن خوانتون بگردونه. باقی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چنان که حسن البصری رحمت الله علیه میفرماید که تفقدوا الحلاوه فی ثلاثه الاشیاء. حسن البصری رحمت الله علیه میگه که جستجو کنین حلاوت لذت را در سه چیز. یکمش در نماز، وقتی که ما نماز میخوانیم چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان تعبد الله كانك تراه فان لم يكن يراه فانه يراك. یعنی عبادت کن چون الله را که همچون که الله را میبینی و اگر که الله را ندیدی الله تو را میبینه. یعنی در نماز باید ما یعنی حلاوت پیدا کنیم. دیمش حسن بصری رحمت الله علیه میگه که در ذکر انسان وقتی که ذکر میکنه باید لذت بره، حلاوت بره که الله را یاد میکنه. که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرند به ذکر یاد عبادت الله؟ و سیمش حسن بصری رحمت الله علیه میگه که در تلاوت قرآن یعنی شما لذت بیارین و رتل القرآن ترتیلا. یعنی شما قرآن وقتی تلاوت میکنین باید لذت برین. نه که متاسفانه اکثریتی جوانای ما قرآن رو خواندن نمیتونن، یعنی کوشش تلاش ندارن برای اونی که یعنی حفظ قرآن کنن، یعنی قرآن خوانی یاد بگیرن. و اون خاطر دوستان عزیز در هر یک کلمه، در هر یک حرفی که شما میخوانین
که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر شخصی که از کتاب الله یک حرف رو تلاوت میکنه برای او یک حسنه نوشته میشه و یک حسنه به 10 مبدل میگرده. ما الف لام میم نمیگوییم که حرف است، بلکه الف شم حرف است و لام شم حرف است و میم شم حرف است. هر شخصی که سوره فاتحه را تلاوت بکنه 1390 ثواب میگیره. با اون خودی دوستان عزیز از دعای صالحتون ما را فراموش نکنین، با دعا باشین. موقع در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که امیدوار هستیم که همین قرآن ها یعنی تحفه هر یکی شما میگردن. ان شاء الله با دعا باشین. السلام علیکم.